برم پا بشم برم بیبی رو سورپرایز کنم. من از سفر برگشتم ولی به امید نگفتم که اومد. حالا هم میخوام بدون خبر برم محل کارش بهش سر بزنم که خوشحال بشه. حاضر شدم برم سمت بیبی. گفتم قبل از هر چیزی برم براش گل بگیرم که دوست داشته باشه و خوشحال شه. البته بین راه با مامانش تماس گرفتم و متوجه شدم که سر کار نیست چون تعطیلاته و رفته پاسخ همیشگیش. دیدم با دوستش اونجا نشسته و رفتم سمتش. سلام. چطوری؟ برات گل آوردم. خوشحال شدی منو دیدی نه؟ دوستش داری؟ نگاه کن برات گل خریدم. خوشحال شدی یا نه؟